ҳадсугумонҳо дар бораи сафари кории Сергей Лавров ба Душанбе қабл аз омаданаш зиёд буд. Яке мегуфт ҳадафи аслии ӯ тақвияти робитаҳо бо кишварҳои Осиёи марказӣ аст ки баъди ҷанги Русия дар Украина онҳоро дар ҳоли ногувор гузоштааст. Дигари бар ин буд ки сафари Сергей Лавров ҳеҷ ҷои тааҷҷуб надорад, зеро Тоҷикистону Русия даҳсолаҳо боз шарики стратегӣ ҳастанд ва мушкилоти ҷиддие дар муносибати ду тараф ҷой надорад. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома аз ӯ пурсидам ки Сергей Лавров дар ин сафар ба кадом мавзӯъҳо тамаркуз кард. قبل از سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه سر آن تاکید کرد که دو طرف در اکثر مسائل بین المللی نظر و موقع یکسان دارند و این هم در حال است که تاجیکستان چند دعوت روسیه را مثلا شروع کنیم از به رسمیت شناختن نیم جزیره کریم پس آن ولایت‌های دونباس و لوهانسک ناشنیده گرفت. ثانیاً مسکو و دوشنبه در مورد حکومت طالبان در افغانستان نیز هم نظر نیستند. مسکو دوستی طالب است، دوشنبه نه. تاجیکستان از تجاوز روسیه به خاک اوکراین نیز پشتیبانی نکرده است، هرچند آن را محکوم هم نکرد، ولی سکوتش سکوتی معنیدار شمرده می شود. از همکارم طاهیر سفر همچنین پرسیدم که نظرها درباره این مشکل چی است؟ تحلیلگران چی میگویند؟ طاهیر؟ درانگیز نظرها این است که اگر هر مشکلی که در رابطه‌های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد مشکلی بسیار بزرگ نیست، چون تاجیکستان از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی سخت پایبند روسیه است و به تنهایی خودش از جمله از عهده رفع مشکلات و مدافع خود برنمی آید. خود موقع جغرافی و سیاست‌های ژئوپلیتیکی در عین زمان این پایبندی تاجیکستان را هم زیادتر می‌کند. بروس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی که در گزارش همکاران هم صحبت کرد، میگوید یکی از هدف‌های دیگری سفر لاوروف به دوشنبه این است تا نشان بدهد که روسیه با وجود تحریمات کشورهای غربی و انزوا تنها نمانده است. او به ما گفت روسیه شاید یگان مسئله با سیاست خارجی تاجیکستان دارد، مثلا به این اندیشه که تاجیکستان بیش از حد به غرب نزدیک می شود. بروس پنیر از جمله تمرین‌های نظامی تاجیکستان با آمریکا را نمونه آورد که چند پیش صورت گرفت. و دیگر اینکه به قول بروس پنیر روسیه از آن میترسد که تاجیکستان به چین بسیار نزدیک می شود که یکی از سرمایه‌گذاران اساسیش هست و بنابراین روسیه به تاجیکستان از طریق لاوروف پیام میرساند و شاید سرگئی لاوروف در آنجاست که بپرسد چه مشکلات در مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه وجود دارد. به اندیشه مصاحبان ما واضح است که روسیه حالا به تاجیکستان به حیث یک شریک احتیاج دارد و می‌خواهد نشان بدهد که در چهاربینی‌های بزرگ در روسیه سران کشورهای خارجی شرکت می‌کنند و مسکو در انزوا نمانده است و تنها هم گذاشته نشده است. تشکر طاهیر سفر. نظر و تحلیل ها را درباره سفری سرگئی لاوروف به دوشنبه خلاصه می‌کرد.